بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. اگر فراموش نکرده باشید، در قسمت گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد سلطان محمود غزنوی صحبت کردیم، فاتح هند و سلطان محمود بتشکن که بزرگترین بت هندوها که سومنات نام داشت را شکست و هند را در قلمرو اسلام داخل نمود. این بار میریم یک بار دیگر به سوی مغرب اسلامی و خصوصا در کشورهای افریقایی، به خصوص موریتانیا و سنگال. وقتی که ما در مورد این قهرمانان صحبت میکنیم، از عمر بن عبدالعزیز گرفته تا موسی ابن نصیر، طارق ابن زیاد، قتیبه ابن مسلم، محمد ابن قاسم، عبدالرحمن الداخل، عبدالرحمن الناصر، هارون الرشید، سلطان محمود غزنوی یا قهرمانانی که بعدا در موردشان صحبت میکنیم، اگر یک انسان منصف و عادل بیاید این لیست قهرمانان را ورق بزند و ببیند و سعی کند که در میان اینها درجه بندی کند، مثلا فلان قهرمان اول، فلان در درجه دوم، فلان در درجه سوم، من با یقین کامل میتوانم بگویم که هر انسان منصف و عادل متردد میماند، در حیرت میماند که کدام یک را در درجه اول قرار دهد. آیا عمر ابن عبدالعزیز را که مورخین خلافت او را با خلافت راشده یکسان میدانند و ادامه و تداوم خلافت راشده میدانند؟ آیا موسی ابن نصیر، کسی که به عمر 80 سالگی می رود و اندلس را فتح می کند و شمالی افریقا را از ناامنی و از ملوک الطوائفی یک حکومت واحد می سازد؟ آیا طارق ابن زیاد را که پدرش یک غلام آزاد کردی بربری هست می رود اندلس را فتح نموده تا قلب اروپا می رسد؟ آیا عبدالرحمن داخل را در درجه اول قرار دهد که بعد از سقوط دولت اموی و خلافت اموی اندلس را رفته دوباره فتح می کند و امارت اموی را در آنجا تأسیس می کند و زوال مسلمانان در اندلس را تا چند قرن به تأخیر می اندازد؟ یا قتیبه ابن مسلم را در درجه اول قرار دهد، کسی که شاه چین پیش او ذلیلانه و خار شده جزیه تقدیم می کند و از او عذرخواهی می کند؟ یا جوان 17 ساله محمد ابن قاسم را که فاتح سند می شود؟ یا سلطان محمود غزنوی، کسی که هند را به قلمرو اسلام داخل می کند و لقب بتشکن این ملت را از آن خود می کند؟ هر انسان منصف اینجا در حیرت می ماند که کدام یک را بر دیگر ترجیح دهد و افضلیت را نصیب او بگرداند، کدام یک را در درجه اول قرار دهد، در حالی که نفر بعدی بیشتر از او، نفر بعدی بیشتر از او و اول بیشتر از همه. یعنی ما نمیتونیم این گونه قضاوت بکنیم که فلان قهرمان درجه یک هست، فلان قهرمان درجه دو هست، فلان قهرمان درجه سه هست. هر کدام اینها مردانی بودن مانند امتها. اینها کسانی بودند که امروز حالت امت اسلامی را که میبینیم با این ذلت و خواری که دشمنان اسلام از هر سو بالای اینها چنگ انداختن و مسلمانان در هر جا شکست خوردن یا ذلیل و خوار شدن، متاسفانه
اما این شیرمردان هر کدامشان، این دولت هایی که امروز ما آلمان و فرانسه و اسپانیا و چین و امریکا و فلان میگوییم، اینها هر کدامشان شاهان اینها پیش روی این ابرمردان ما ذلیل و خوار بودن، مجبور بودن سالانه برای این ابرمردان تاریخ درخشان اسلام جزیه بپردازن و زندگی آرام داشته باشن. واقعا خیلی مشکل است که ما کدام یک اینها را بر دیگر برتری بدهیم یا او را در درجه اول بنشانیم. هر کدام اینها صاحب درجه اول هستند، هر کدام اینها درجه یک و یکتاز میدان خود بودند، در هر کدام در زمان خود. البته در این قسمت از برنامه قهرمانان در مورد قهرمانی که صحبت میکنم واقعا داستانش خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. ما امروز هم میبینیم حرکت های به نام اسلام آغاز می شود یا آغاز شدن، مسیری آنها را هم میبینیم به کجا روان هستن و چی میکنن. اما اینها، این قهرمانانی که ما در موردشون صحبت میکنیم واقعا یعنی از مدح بالاتر هست. الفاظ انسان پیدا نمیکنه که اینها را وصف کنه با آن القاب. امروز در مورد یا در این قسمتی از برنامه قهرمانان در مورد عبدالله ابن یاسین، مؤسس و بنیانگذار دولت مرابطین میپردازیم. دولت مرابطین یکی از دولت‌های اسلامی هست که تأسیس و بنیاد آن را همین قهرمان امروزی ما عبدالله ابن یاسین گذاشت. دقیقاً از وسط جنوبی موریتانی و شمالی سنگال منطقی بود که از آنجا این دولت آغاز شد و در آخر هم اکثریت مطلق آفریقا با جزء عظیمی از اروپا تابع این دولت اسلامی شد. داستان عبدالله ابن یاسین از جای آغاز می شود که موریتانیا، سنگال و کشورهای اطراف این دو کشور در زمان موسی ابن نصیر و طارق ابن زیاد که فتوحاتی داشتند فتح شده بود و اکثر این مناطق در زمان خلافت اموی به اسلام مشرف شده بودند. اما در قرن پنجم وضعیت مسلمانان و وضعیت اسلام در موریتانیا و در سنگال و غیره کشورهای آن منطقه خیلی وخیم بود. یعنی مسلمانان از دین فقط کلمه را میفهمیدن، بیشتر از او چیزی را نمیفهمیدن. نه نمازی بود، نه روزی بود، نه شعائر اسلام دیده میشد. انواع و اقسام منکرات و گناهان در میانشان عام شده بود. زنا در میانشان عام شده بود، زنا با محارم در میانشان عام شده بود، ازدواج با بیش از 4 زن در میانشان عام شده بود. یعنی یک ملت جاهل بیخبر فقط به نام مسلمان بودن و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخواندن، از آن بیشتر در مورد اسلام چیزی نمیدانستند. اینجا قبایلی که در آن مناطق زندگی میکرد، یکی لمتونه بود، یکی هم کدالی یا جزالی ها بودن که اینها در اصل بربری هستن، امازیغی هستن. رئیس قبیله جزالی ها که یحیی ابن ابراهیم نام داشت از این وضعیت خسته شد. دید که این قوم من به کدام سمت و سو روان هست، این چطور اسلامی هست که به هیچ امر از امور اسلام عمل نمی شود، به هیچ حکم از احکام اسلامی عمل نمی شود و از هیچ محرم الهی پرهیز نمی شود. از این حالت خسته شده بود، میخواست یک تغییری ایجاد بکند، این ملت را اصلاح بکند، اما علم نداشت، خودش هم جاهل بود. به این فکر رسید که او باید برود بیرون، سفر بکند، برای حج برود و در مسیر برگشت از حج از یکی از شهرهای بزرگ اسلامی که قیروان باشد از آنجا عالمی را با خود بگیرد و پس به موریتانیا برگردد
و توسط آن عالم این ملت را دوباره به اسلام دعوت داده شود تا اینها اصلاح شوند. رفت حج کرد این یحیی ابن ابراهیم. از مسیر حج برگشت به قیروان آمد. قیروان یکی از شهرهای فرهنگی مسلمانان بود، یکی از بزرگترین شهرهای فرهنگی مسلمانان بود که تعداد مدارس و علما، مساجد، محدثین، فقها در قیروان همانند بغداد خیلی زیاد بود. وقتی که به قیروان آمد، عالم معروف و مشهور قیروان که ابو عمران الفاسی نام داشت پیش او حاضر شد، همین یحیی ابن ابراهیم. برای او عالم بزرگ قیروان گفت من از موریتانی آمدم. اوضاع مسلمانان در موریتانی خیلی وخیم هست. مسلمانان موریتانی بجز از لا اله الا الله و محمد رسول الله چیزی را از دین نمیدانند. انواع و اقسام زیادی از منکرات و گناهان در میانشان عام شده است. چی می شود که تو یکی از شاگردانت را همراه من بفرستی تا آن مردم را به اسلام دعوت داده شود و آنها اصلاح شوند؟ ابو عمران الفاسی گفت گپ خوبی است. شاگردانش را جمع کرد، برایشان گفت که این مرد از صحرای موریتانی آمده است. وضعیت مسلمانان در موریتانی را وخیم می‌خواند. آیا کسی از شما آماده است که به صحرای ریگزار و ریگستان موریتانی برود همراه این مرد و قوم این مرد و ملتی که در آنجا زندگی می‌کنند را به اسلام دعوت کند؟ شاگردان ابو عمران الفاسی گفتند خیلی مشکل است. در صحراهای بیابان و خشک موریتانی رفتن، آنجا زندگی کردن، زندگی بدوی داشتن واقعا مشکل است، چون قیروان شهر آباد، شهر زیبای اسلامی و یکی از مراکز بزرگ اسلام بود. چطور یک کسی میتواند که این همه آسایش و رفاهیت را در قیروان بگذارد و خودش به زندگی بداوت به صحرا برود تا مردم را دعوت دهد؟ اینجا آنها مشکل پنداشتند و آماده نشدند برای این کار. اینجا ابو عمران الفاسی برای یحیی ابن ابراهیم گفت من شاگرد دارم به نام واجاج اللمطی که در نفیس، در شهر نفیس زندگی می کند. عالمی خیلی خوبی هست، از من علم زیاد آموخته است. تو می توانی نزد او بروی، شاید از میان شاگردان او کسی پیدا شود که با تو برود. یحیی ابن ابراهیم پیامی را از ابو عمران الفاسی می گیرد و نزد این عالم دیگر می رود که واجاج نام دارد. نزد واجاج می رسد، پیام ابو عمران الفاسی استادش را به او تقدیم می کند که این پیام هست ما در موریتانی وضعیت بدی داریم. مسلمانان از دین دور شدن، از دین چیزی رو نمیدانند. آیا میشه تو یکی از شاگردانت را همراه من به صحرای گرم موریتانی بفرستی تا مردم ما را به اسلام دعوت کند و در این ثواب تو هم شریک شوی؟ اینجا واجاج شاگردانش را جمع می کند و می گوید که این مرد از موریتانیای جنوبی یا از جنوب موریتانیا آمده است. وضعیت مسلمانان در آنجا وخیم هست. آیا یکی از شما آماده هست که با این مرد برود، قوم این مرد را به اسلام دعوت کند؟ اینجا از میان شاگردان واجاج اللمطی شخصی که بلند می شود و برای رفتن به صحرای گرم موریتانی آماده می شود، کسی که تمام عیش و آسایش و رفاهیت شهر نفیس را میگذارد و آماده می شود که با این مرد به صحرای موریتانی حرکت بکند، این مرد قهرمان این برنامه ما هست، عبدالله ابن یاسین. عبدالله ابن یاسین میگوید که بله ای استاد، من آماده هستم که با این مرد به صحرای ریگزار موریتانی بروم
و مردم آن سرزمین را به اسلام دعوت کنم. اینجا یحیی ابن ابراهیم، این مهمان خود، این عالم نوجوان عبدالله ابن یاسین را با خود میگیرد و به سوی سرزمین موریتانی حرکت میکنند. اینها صحراهای گرم و ریگزار کشور جزایر را عبور میکنند، بالاخره به جنوب موریتانی میرسند. وقتی که در میان قوم جدالی میرسند در جنوب موریتانی، این دعوتگر اسلام و این قهرمان ما عبدالله ابن یاسین فعالیت خود، کار خود، دعوت خود را از صفر آغاز می کند. فراموش نکنید که تنها یک مرد هست، یک طالب علم، یک کسی که از ابو عمران الفاسی و از واجاج اللمتی علم آموخته است، در قیروان علم آموخته است، در دمشق علم آموخته است، حالا برگشته است به صحرای ریگزار موریتانی آمده است تا مردم این سرزمین را به اسلام دعوت دهد. تمام نعمت و آسایش و رفاه را پشت سر در آنجا گذاشته است و زندگی بداوت و با مشقت را در صحراهای موریتانی را انتخاب کرده است. دعوت را آغاز می کند، مردم را به سوی عبادت الله دعوت می کند که ای مردم، شما مسلمان هستید، شما کلمه می خوانید لا اله الا الله محمد رسول الله. معنای این کلمه چی هست؟ که باید به تنهای الله را پرستش کنید، عبادت کنید و باید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطاعت و فرمان برداری کنید. اینجا عبدالله ابن یاسین دعوت خود را آغاز می کند. البته مثل سایرین دعوتگران، از انبیا گرفته تا یاران آنها و تا بعدها هر عالمی که در هر جایی که ندای توحید را بلند کرده است، دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی داده است، مشکلات سر راه این قهرمان ما می آید. اینجا مردم دعوت این عالم را نمیپذیرند، بالعکس بر او حمله می کنند، او را مورد توهین و تحقیر قرار می دهند، او را مورد لت و کوب قرار می دهند، او را مجبور می کنند که یا از شهر ما بیرون شو یا اینکه تو را از بین می بریم. این قهرمان عبدالله ابن یاسین به خاطر چی رفته بود به صحرای موریتانی؟ چرا این زندگی پرآسایش را در قیروان و شهر نفیس گذاشت و خود را به این همه مشکلات و مشقت ها واقع کرد و به موریتانی سفر کرد؟ آیا به خاطر این که مردم موریتانی او را توهین نموده و تحقیر نموده با لت و کوب از شهرشان بیرون کنن، از قریهشان بیرون کنن؟ واقعا چنین کردن. این قهرمان ما را مردم جنوبی موریتانی از منطقهشان بیرون کردن، بیرون راندن او را. امروز هم هر دعوتگری که صدای یکتاپرستی الله را بلند کند و به سوی یکتاپرستی الله دعوت کند، بندگان الله را از عبادت مخلوقات به سوی عبادت الله یکتا بخواند، با عین مشکلاتی که عبدالله ابن یاسین واقع شده است واقع خواهد شد. عبدالله ابن یاسین را بیرون کردن. اگر جای عبدالله ابن یاسین من و یا شما و یا کسی دیگر می بود چی می کرد؟ می گفت من چی خود را دیوانه کردم که تمام زندگی پرآسایش را در شهر نفیس و قیروان رها کردم، آمدم دنبال اینها در این صحرای ریگزار تا اینها را به دین الله دعوت کنم، اینها هم من را بیرون میکنن و از شهرشان بیرون میرانن. اما این قهرمان است، ابرمرد واقعی از ابرمردان تاریخ درخشان اسلام هست، شکست را نمیپذیرد. دعوتگران واقعی در زمانی که پیش رویشان مشکلات سر راه دعوتشان واقع می شود شکست را نمیپذیرند، شکست پذیر نیستند. عبدالله ابن یاسین از جنوبی موریتانی بیرون کرده می شود، از اینجا بیرون می شود، اما کجا برود؟ آیا برگردد به قیروان؟ نه خیر،
به خاطر چی آمده بود که برمیگردد؟ آیا به خاطر اصلاح این امت نیامده بود؟ آیا او نمیدانست که در این مسیر با مصیبت ها و تکالیف و مشقت ها روبرو خواهد شد؟ میدانست. از جنوبی موریتانی حرکت میکند، باز هم طرف این صحرا پیش میرود، طرف سنگال حرکت میکند، در صحرای ریگزار سنگال قدم میگذارد، میرود به جایی که میبیند یک نهر آب هست، آثار آبی را آنجا میبیند، در پهلوی آن آب خیمه میزند. آیا میدانید که همراه این عالم و همراه این قهرمان و این ابرمرد از میان موریتانی ها چند نفر به دعوت از بیرون میشوند؟ بعضی مورخین میگویند تنها 2 نفر بیرون شد که یکیش همان یحیی ابن ابراهیم، کسی بود که با رفته این را از قیروان و از شهر نفیس آورده بود، و یک کسی دیگه هم. بعضی مورخین میگویند که 3 تا یا 4 تا. بالاخره بیشترین تعدادی که ذکر میکنن 7 نفر. از 2 الی 7 نفر با این عالم از موریتانی بیرون کرده شدن، رفتن به طرف سنگال، در صحرای سنگال سفر کردند تا جایی که آبی را گیر کردند، در پهلوی آب خیمه ای را نصب کردند و زیر اون خیمه عبادت الله را آغاز کردند و این عالم به این 2 یا چند نفری که همراهش بیرون شده بود به اینها دین اسلام را آموزش میداد، اینها را دعوت میداد، به اینها عقیده را میفهماند، به اینها یکتاپرستی را یاد میداد. از همین خیمه نام حرکت گرفته می شود که بعدها مرابطین گفته می شود، چون مرابط یعنی کسی که پیره می دهد، در بیرون از شهر رفته پیره می دهد تا هیچ ضرر متوجه این شهرنشین ها نشود، چون اینها هم از آبادی بیرون رانده شدن، در دشت رفته خیمه زدن و آنجا پیرداری دین و دعوت را می کردن. حرکت مرابطین از زیر این خیمه آغاز می شود. البته وقت برنامه با پایان رسیده. عبدالله ابن یاسین را با شاگردانش در زیر این خیمه میگذاریم. قسمت بعدی انشاءالله در مورد فعالیت هایی که از این خیمه آغاز می شود و چطور می تواند که این عالم دعوتگر و این ابرمردی از ابرمردان تاریخ اسلام و این قهرمانی از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام بعدها اکثریت مطلق افریقا با جزء عظیمی از اروپا تابع دولت مرابطین می شود. مرابطین مؤسسشان همین قهرمان ما عبدالله ابن یاسین که از 2 یا 7 نفر کار را از زیر این خیمه آغاز کردند. تا قسمت بعدی الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.